خب اسم گل پسر چیه؟ چی انتخاب کردین؟ دیوید. دیوید؟ بله. جدی داری میگی؟ بله. نمیشه دیگه. چه نمیشه؟ اشاعه فرهنگ بیگانه. دوست پسر داری؟ نه خانم، کی گفته؟ پس کیه این طرف؟ کی خانم؟ همون که با موتور رسوندت. کسی منو نرسونده. شما دیدین کسی منو برسونه؟ خیر من ندیدم، آقا جلیل مدرسه دیده. خانم اون که اصلا کوره، چجوری دیده؟ درست حرف بزن. کور نیست، چشماش ضعیفه. اصلا بر فرض محال میگم من حجاب نداشتم. مگه ماشین حریم خصوصی نیست؟ کی گفته ماشین حریم خصوصیه؟ خودش رنگای شاد دوست داره، قرمز، سبز، آبی. سلنا ماما چیه؟ من اصلا این دوست ندارم. عزیزم، تو مراسم مدرسه‌تون فقط یکی از این رنگا رو میتونی بپوشی. ببینین توصیه چه خوشگله. حالا خودت چی؟ اسم نویسنده مورد علاقه خودتو برای چی نمیذاری؟ دوست نداریم. زیاد دوست نداریم. حالا اومدیم اون یه بدبختی رو سرش از سرش سر خورد افتاد، اون وقت چی؟ نه کسی نخواد سر نمیخوره. حالا سر خورد چی؟ سر بخوره مجرم میشه. از راه رفتن فهمیده. من چجوری راه میرم؟ اینجوری باز راه میری. به نگاه خودتو چه خوب شد. اگه خوب شد چرا خودت نمی‌نویسی؟